داداش برای چی ما رو رد میکنی؟ درست نگاه کن شاید خوشت اومد. خیلی بیریختی. مگه میخوای ازدواج کنی داداش؟ لباس میخوای بپوشی دیگه. سلیقه من نیستی. من ریدم تو اون سلیقه داداش، میگم من دیدم تو سلیقت خوبه. دلیل نخریدنت چیه؟ کلوفتی گرمم میشه. نه اتفاقا همه درزان بازه، یه جوری سوز میاد که انگار اصلا در بازه. بازم اگه گرمت بشه خودم بابت میزنم داداش، نمیذارم گرمت بشه. نه ببین عرق میکنم، بو میگیرم. ماماسیتو دورسلا کارسلا داداش، مگه من میذارم تو گرمت بشه؟ این اصلا معلومه این جنسایی که زود چروک میشه. چروک داداش من اتو سر خودم، چروک منو نمیبینی. تو منو بگیر ببر یه بار بشور، یه ماه بپوش، دوباره بیار پس بده. این اصلا شعار بوتیکه داداش. خوشم نیومد. نه تو هم مشتری نیستی، تو اومدی بوتیک گردی. جان داداش تو رو خدا منو بگی طلاق بده زود، اصلا فقط اسمم بیاد تو شناس. آها اون بر ازدواج، ببخش داداش تو ما رو بگی اصلا ببر بیگاری بکشم. ما خراب بشو نیستیم، تمام قیمتا قیمت تولیده، از ما ارزونتر هیچ جا پیدا نمی‌کنی. ما رو بگی. برو بابا. ما اصل کجا بریم؟ نمیدونم هر جا میریم فقط پنجشنبه 14 ساعت 5 اینجا باش. چه خبره؟ افتتاحیه‌تونه دیگه، افتتاحیه پوشاک خانواده با هم. افتتاحیه ما افتتاح میشیم یعنی. چرا باید لباس